من دیدم اکثرا آقایون حتی هیئتی‌ها غافلن از حضرت ولی سلام الله علیه. یا ابن الحسن شاهد باش، من در این جمعیت با اینکه منبر نمیرم دارم به امام زمان دیگه حرف میزنم، شاهد باش من یادت کردم و به این مردم گفتم امام زمان زنده است، امام زمان نفس میکشد، همتون رو به اسم و اسم پدر میشناسد، آخرین نفس رو کجا در کدوم لحظه در کدوم مکان میکشید میداند، همتون غافلید، اکثرا غافلید. الکی من تعارف نمیگم به به چه جوانای نورانی ها، نخه هر کسی صبح به صبح یاد امام زمان نباشه نورانی نیست، کسی بیش از بچهش به فکر امام زمان نباشه نورانی نیست. الدرید الشرید الفرید الوحید، رانده بیابانهای تنهایی است حجت ابن الحسن حالا من بیام برای شما بزن یک سری حرفا بزنم که بگم چه عالم خوبیه. بله بلدم یا بلد نیستم، اما ترجیح دادم که بگم امام زمان تنهاست.